سلام عرض میکنم خدمت کسایی که دارن این ویدیو رو تماشا میکنن. من مهیارم از کانال گیم هانتر و خوش اومدین به این ویدیو. امروز در خدمتتون هستیم با پارت دوم بازی بنتن تخریب کیهانی. اگر این ویدیو خوشتون اومد لطفا ویدیو رو لایک کنید، چنلم هم سابسکرایب کنید و این ویدیو با دوستاتون به اشتراک بذارید تا اونم بتونن از ویدیو من استفاده کنن. خب بریم سراغ بازی. اوکی دوستان، یه لحظه وایسید، الان یه دوتا چیت بزنم الان میام. خب دوستان برگشتم. دوتا چیتم همونجوری که توی پارت قبلی بهتون گفتم بهتون توی یه ویدیویی آماده میکنم و بهتون میگم. خب از اینجا باید بپریم. شاهد چیه که انقدر پره توش؟ اوکی اوکی حالا اینجا باید بپریم. نیفت جون مادرت. دوستان اینجا یه سیو بکنم چون اگه ببازید مجبورید برید از اول. دیدید اینجوری بود دقیقا. به خاطر همین یه سیو داشته باشید که دیگه مجبور نباشید از اول برید. خب از اینجا هم میپریم و بله و بعد این میلو هم دوباره بپریم. خب بیگی ببینم دوستان، یه درسته این موجود رد و بقیه عوضشون هم به جاش کیو بیارم؟ آرمادری رو، چون هر وقت تو همون جایی که ویدیو پارت اول که با تو خداحافظی کرده بودم اونجا یه گزینه آپشنال بود، آپشنال واسه موجود رد برقی. به خاطر همون میتونستید اون آپشنال رو فقط عوض کنید، بقیهش رو نیاز داشتید. خب الان میتره که ما خود گیگا شدیم، هیچی واسه ما مهم نیست، همینجوری میریم. یه مشت چکشی با یه تیر دانشون زده، همشون رو زدن پکوندن. خب این اوکی اینو زدیم ترکید. حالا میگه از انرژی استفاده کن و این تیر برقه رو آبش کن، زوب کن. خب شالی های ابدی. چه صدای بدی میگه. گوشخراش صداش. نشد. داشت تمام نشدیم بمیرین دیگه. خب حالا از این پنجره باید استفاده کنیم و بپریم. داداش بیگی ببینم. سلام میکنم به کسایی که همین الان باید نابودشون کنم. داداش بیگی ببینم. همین کو آها بقیه. سلام دوباره عرض میکنم به تمام کسایی که قراره همین الان توسط بنده نابود شوند. انشالله دیگه درست شد. بله خب اینجا هم کار آسونی باید انجام بدیم.
خیلی سخت نیست، فقط اینا یکم تعدادشون زیاده. داداش بگی ببینم. خب حالا این سرویس ها ما باید تبدیل به انرژی بشیم و اینجا رو بشکنیم. من هدف از این کار چیه؟ آها، ببین دوستان دو راه داریم، یا اینکه با آتش مرداب این چیزه دوده سبزی که ازشون بیرون میاد با اونا چیز کنیم، آتیش به سمتشون اینجوری شلیک کنیم، یا اینم که نه با به انرژی تبدیل بشیم و از اونجا این دستیره رو بکشیم. چرا به خب اینجا مثل پازله. بعد اگه اشتباه نکنم بعد یه کاری کنید که همشون سر جای هم بیاد. دیدید؟ اینجوری. حالا اگه رفت خب واسه بهم با آرمادریلا هم که نمیشه شکن، فقط با انرژی میشه. اوکی اینجا هم شکست. خب دوباره به آتش مرداب. دوستان اینا مثل پازل میمونه، باید دونه دونه انجام بدید تا باز بشه. دوستان میدید همینجا رو، این یه باگیه که اگه شما زودتر از پله بپرید پله میاد بالا و یه دفعه میپرید بالا و میتونید این متوجه این باگ بشید. خب چرا به موجود آبی تبدیل شدم نمیدونم. خب اینجا هم اومد وسط، حالا ما بعد اینجا هم درستش کنیم. خب این مواد رادیواکتیو اگه اشتباه نکنم. میگه این تخت چوبایی که چیزا خیلی روشون وای میسی خیلی ضعیفن، خیلی روشون وای نستا چون زود میشکنه. خب انگار با آرمودریلن نمیشه اینجا رو شکوند. داداش همون بده ایلاقا یه کار نمیشه. سریع‌ترین روش برای شکستن اینه که به انرژی تبدیل بشید و همین کاری که من میکنم و شما هم انجام بدید. خب این دوشمون رو زدیم، حالا نوبت آکتیکانه. خب اینم مرد. خب ساندر میاد این تیکه یکی از تیکه آلتیماتریکس رو میدزده که بین همش رو جمع میکنه. اگه اشتباه نکنم تو هر مرحله یه دونه شو جمع میکنه و مرحله آخر که جنگ با آلبیدوه ازش استفاده میکنه. خب خب
میگه این ویلهرنگ و شما دارین برنامه ویلهرنگ رو تماشا میکنید. همه راجع به یه درد سرساز دوباره بنتن. همه شهروندان آمریکایی مثل من و شما فکر میکنیم که قهرمانه، اما اینجا میگه نه. میگه نه، اینجا یه اون ابروی بنفش رو دیدید اونجا دارن حمله میکنن، اما میگه نه نه، بیرون زمینه. میگه بنتن داره توی خرابکاری کرده توی ایتالیا و حالا تو فرانسه. بعد آخرش هم گفت که بنتن ایسون یه درد سرساز یا یه قهرمان، شما قضاوت کنید. آخر بنم گفت خدا کن give me a break. یه جور من چطوری بگم، یه جور حرفیه که میگه خدا من نمیفهمم که چی میگه، منظورش رو نمیفهمم، یه همچین چیزی. خب حالا اینجا هم باید زوب کنیم. اگه شد خب دوستان ببینید سعی کنید نیفتید بیرون این کانتینر، چون اگه اینجا بیفتید چیز خاصی نمیشه، فقط دشمن ها ظاهر میشن. چرا نشد؟ آها میدونید دلیلش شد چرا؟ چون به فکرم مال من نسخه قدیمی ترش بود، این نسخه جدید ترشه، چون دفعه قبلی خودم من بازی میکردم فکرم به خاطر این بود. خب برو دیگه. خب اینو راحت زدیم. با یه تیردونشون این همه زدیم. کسی دیگه میخواد بیاد جلو دوش بگیبینیم. خب و بله ساندر فهمیده که ما اینجاییم و ساختمون رو اینا بمبه نه یه کار کردی ساختمون در عرض یک منفجر بشه. میگه زمین داره میریزه. میگه سریعتر فرار کن به. خب میگه انفجار یا سریعتر. خب اینجا هم میریم از سمت برج ایفل با ساندر روبرو میشیم. اینجا دارن برای هم دیگه لاتیش رو پر میکنن که میگه این کارت اشتباه، اینا من نابودت میکنم. میگه به همین خیال باش. اینجا 3 تا انتخاب داریم تا به هر موجود تبدیل بشیم و این مردم رو نجات بدیم. خب ما مردم نجات دادیم، حالا میخواد فرار کنه. یه سال چطوری سری با آتش مرداب تبدیل شد نمیدونم. و بله سورپرایز این مرحله ما آتش مرداب پیشرفته میباشد. خب دوستان تنها راهی که شکستش بدید اینه همین کاری که من میکنم انجام بدید. یه کوچولو زمان بره ولی یا اینم که نه زبده رو بزنید.
خب میگه آخرین لحظات زندگی تو لذت آخرین لحظات زندگی تو ببر. میگه برای درس تاریخت آماده ای؟ مثلا میخواد نابودش کنه اینا. خب فرار کرد. داداش ببین به ما من میگم بنتلیسن. بله این خیلی بهتر بود انگار. میگه آخرین نگاهتو بکن بنتلیسن. میگه حرکت قشنگی کردی ولی به اندازه کافی خوب نبود. داداش فرار نکن دیگه بزنیمت. داداش بگی بینم گلوله انفجاری بخور. خب حالا این اگه مرد داداش بمیر دیگه. داداش بمیر. دوباره همون لاتیشو پر میکنه. داداش نمیخوای بمیری؟ نابوش. آها حالا اینجا حمله میکنه و ما باید دایره رو فشار بدیم. و دوباره دایره. و بله یکی از تیکه های آلتیماتریکس افتاد زمین و بین اونو برمیداره از برج ایفل فرار میکنه. و بله شاهد خراب شدن برج ایفل بودیم. Attention, plumbers in Alpha Niner Tango, come in. Still can't get through? You'd think they'd want to know about all these alien bounty hunters showing up on Earth for some reason. Plumber communication channels are completely full of chatter. Let me see if I برای can hone in راجب on what they're سازمان also chatting پلامر about. صحبت ببخشید راجب سازمان پلامر صحبت میکنه که میگن بیاید سمت سفینه We've got to get out there and do CS9 something. یه همچین چیزی. Once again, bearer of the Ultimatrix, the burden of protecting. خب اینجا که چیزی نبود. خب و بله این آلبیدو بوده تمام داستان که داشته این سفینه ها رو خراب میکرده Since it was so و با سایفون هم داشتن راجع به نابودی اجزامی حرف میزدن. خب دوستان رسیدیم به آخر این قسمت. از خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه هم کردید. ازتون خیلی ممنونم. اگر این ویدیو خوشتون اومد لطفا ویدیو رو لایک کنید، کانالم هم سابسکرایب کنید و این ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارید تا هر وقت تونستم ویدیو من استفاده کنن. خیلی دوستتون دارم. تا پارت سوم میبینمتون و یه عذرخواهی هم میکنم به خاطر تأخیری که داشتم چون یکم حالم خوب نبود و تا پارت بعدی میبینمتون. پیس اوت.